تا حالا شده روز اول با 1000 تا انگیزه بری باشگاه، ولی بعد 2 هفته ببینی که هیچی از اون انگیزه نمونده؟ روز اول جوریه که میخوای قهرمان جهان بشی، ولی بعد 2 هفته دنبال یه بهونه میگردی که اصلاً نری. حتی بعضی وقتا شده به زور خودتو کشوندی تا باشگاه، رفتی رختکن، لباساتو عوض کردی، آماده میشی برای تمرین، ولی اصلا دست و دلت به وزنه زدن و تمرین نمیره. کلی کلافه و با خودت توی جنگ، بی‌حوصلگی و خستگی کل وجودت رو گرفته. دوباره عوض میکنی و برمیگردی خونه. قطعا تو همین تجربه رو داشتی، ولی میخوام بگم تو تنها نیستی. این مشکل بالای 80% آدم هست. امروز بخوایم بفهمیم که چرا این اتفاق میفته و چطور میشه براش یه نسخه درست و حسابی پیچید. سلام بچه‌ها، من ولیدم و اینجا قراره راجع به فیتنس، سلامت، تغذیه و هر چیزی که کمک کنه نسخه بهتر خودمون باشیم حرف بزنم. پس اگر این موضوعات به کارت میاد، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن، چون هر سری یه محتوای خفن میذارم که واقعا به دردتون میخوره. خب بریم سر اصل مطلب. ما وقتی باشگاه رو شروع میکنیم یه رابطه احساسی با انگیزه میبندیم، یه انگیزه داغی که از همون روز اول داره جیغ میزنه بزن بریم قهرمانی، شکم پهلو رو پاره کن، 2 ماه میشی آرنولد. و تو این چند سال تا دلتون بخواد من از این آدما دیدم. اما مشکلش اینه که این انگیزه خیلی زود سرد میشه. انگیزه مثل اون دوستیه که روزای اول خیلی پای است، حتی بهش میگی فردا میای بریم تمرین کنیم توی باشگاه، میگه حتما، چرا که نه. ولی فردا میشه و از داداشمون هیچ خبری نیست. اشتباه شماره 1، رکورد آرنولد رو میخواد جابجا کنه. 99% آدما همون اشتباه معروف رو میکنن، شروع خیلی سنگین. تو این چند ساله خیلی رو دیدم روز اول میاد فول بادی، روز دوم پا میزنه، روز سوم سینه آرنولدی و اکثر حرکات رو هم سنگین تر از توانش رو اشتباه میزنه که مثلا جلو بقیه کم نیاره. ولی نتیجه این کارا چیه؟ روز چهارم میرسه و ما حتی جون نداریم از جامون بلند بشیم. انقدر سنگین زدیم که قاشق چنگار رو نمیتونیم بلند کنیم غذا بخوریم، چه برسه به هالتر و دنبل. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا بدن یه پیام واضح میده که داداش اگه قرار هر روز برنامه همین باشه، بی خیال، من نیستم. مغزم پشمندش میگه باشگاه؟ بی خیال تو رو خدا، همین الانش هم جنازه ای، جون نداری از جات پاشی. کدوم باشگاه، کدوم تمرین؟ پس افت انگیزه تقصیر شما نیست، تقصیر شروع غلطه. اشتباه شماره 2، دنبال سریع نتیجه گرفتنیم. مورد داشتم اومده به میگه 1-2 هفته دیگه عروسی داداشمه، یه کاری کن 2 سایز کم کنم لباس بتنم بشینه. داداش واقعا چی میزنی؟ یعنی که یه ما تمرین میکنیم بعد میریم جلو آینه میگیم پس سیکس پک کو. رفیق خوب من، اصلا نیازی نیست شما هر روز جلوی آینه دنبال نتیجه باشی یا هر روز بری روی ترازو و خودتو چک کنی. این با مرور باعث میشه که شما روانت به هم بریزه. واقعا ما انتظار داریم اون چربی که چندین سال براش زحمت کشیدیم، کلی غذاهای جور و جور خوردیم، کلی هزینه کردیم، توی 20 روز آب بشه؟ نه آقا، ندارده. خب اینجا چی میشه؟ وقتی نتیجه نمیاد مغز میگه بهت گفتم ولش کن، ارزش نداره. و این مورد یکی از اصلی ترین دلایلیه که ما وسط کار ول میکنیم. بدن واقعا زمان میخواد. حتی مطالعات هم میگن اولین تغییرات واقعی حدود 6 تا 8 هفته زمان میبره. اشتباه شماره 3، مقایسه. اینستاگرام و یوتیوب رو باز میکنی، کلی بدن خفن، شکم 6 تیکه، همه خشک و آماده مسابقه، اما تو تازه داری با یه دنبل 5 کیلویی تمرین میکنی. آدما همیشه عادت دارن خودشون رو با آخر بقیه مقایسه میکنن، ولی همینا هم یه روزی جای تو بودن، دنبل 5 کیلویی. هیچکی ایدئال به دنیا نمیاد دوست من، ایدئال رو باید ساخت. این مقایسه همیشگی مغز رو خسته میکنه و میگه او میدونی چقدر زمان میبره تا تو همین شکلی بشی، باید کلی تمرین کنی، هزینه کنی، بخوری تا تو هم به اینجا برسی. ولش کن، بی خیال. و همین یک جمله بزرگترین قاتل ادامه دادن ماست. اشتباه شماره 4، نداشتن دلیل واقعی. خیلی اون جوگیر میشیم میریم باشگاه چون دوستمون میره، برادرمون میره، خواهرمون میره، فصل تابستونه، اما یه دلیل واقعی نداریم، یه دلیل محرک. خب یه روز گرمه، یه روز سرده، یه روز کار داری، یه روز بی‌حوصله‌ای و یه روز بیحال. ولی وقتی یه دلیل محرک و واقعی نداشته باشی، با کوچکترین اتفاق متوقف میشی. ولی وقتی یه دلیل واقعی مثل سلامتی، انرژی، اعتماد به نفس و فرم بدن رو داشته باشی، این یه دلیل تبدیل میشه به یک سوخت محرک برای ادامه دادن. حالا مغز ما چرا مقاومت میکنه؟ ببین، مغز ما عاشق راحتیه و وقتی ما میریم باشگاه مغز باید انرژی بیشتری مصرف کنه. برای همین سری بهونه میاره.
از لحاظ علمی هم بخوایم بهش نگاه کنیم، دوپامین شروع و دوپامین پایداری با هم فرق دارن. دوپامین شروع همون انگیزه روز اوله، ولی دوپامین پایداری همون چیزیه که وقتی تمرین تبدیل به عادت میشه تولید میشه. در ضمن بچه‌ها، عادت سازی 21 روزه نیست. حتما شنیدید که میگن مثلا فلان کار رو 21 روزه انجام ندی ترکش میکنی، ولی واقعیت اینه که تحقیقات جدید میگن بازی 18 تا 65 روزه، نه 21 روزه. مغز ما روزای اول لجبازی میکنه و ما فقط کافیه این دیوار رو رد بشیم. اشتباه شماره 5، تمرین خشک و بدون لذت. بعضیا میرن باشگاه که فقط تمرین کنن، نه هدفی، نه موزیک مهیجی، نه رفیقی و نه حس خوبی. ولی واقعیت تلخ اینه که بچه‌ها، من همیشه هم میگم ورزش بدنسازی تمرین کردن با یه مش آهن سرد و بیروحه. حریف شما مثل بقیه ورزش‌ها جون نداره که با شکستش بخوای براش کری بخونی یا انگیزه بگیری. پس اگر یه حریف تمرینی خوب داشته باشی که همدیگه رو به چالش بکشید، عالیه. باشگاه باید یه جایی باشه که حالت رو بهتر کنه. اگر باشگاهی میری که حالت رو بد میکنه یا جوش سمیه، یا باشگاه تو عوض کن یا تایم تو. واقعا هیچی واجبتر از این نیست که از تمرین لذت ببری. حتما شما هم از این آدما زیاد دیدید که اینا همه کار میکنن غیر از تمرین کردن، یا سرشون تو گوشیشونه یا یه نفر رو گرفتن به حرف زدن و با صدای بلند دارن حرف میزنن و تمرکز دیگران رو به هم میریزن. من یه زمانی یه تایمی میرفتم، این تایم انگار مخصوص یه سری افراد خاص بود. اینا یا بنگاهدار بودن یا معاملات ماشین و املاک انجام میدادن. خلاصه اینا می اومدن با هم دیگه در مورد قیمت دلار و بالا رفتن قیمت خونه و ماشین و هزار تا چیز دیگه صحبت میکردن و واقعا تمرکز منو به هم میریختن. من اومده بودم یه تایمی از هیاهوی جهان بالاخره خارج بشم از اون روزمرگیایی که هستش، ولی اینا دوباره میبردنم تو همون چرخه خستگی مغز. بالاخره گرونی هست، همه این مسائل وجود داره، ولی اینا تمرکزمو به هم میریخت و اعصابم هم خورد میکرد و من تصمیممو گرفتم و تایممو عوض کردم. حالا که تا اینجا با من بودید، بذارید یه سری راه حل قابل اجرا رو برای این موضوع براتون بگم. اول اینکه از کم شروع کنید. نیازی نیست تایم طولانی تو باشگاه باشید. حتما سبک کار کنید. بذارید بدنتون به وزنه‌ها و فرم حرکات عادت کنه. کاری کنید که مغزتون بگه این خیلی آسونه و میتونم ادامه بدم. دوم، یه روتین ثابت برای خودت داشته باش. مثلا همیشه ساعت 6 بدون هیچ فکری برو باشگاه. اون تایم از روزت رو کاملا خالی کن و قبلش هر کاری داری رو انجام بده و فقط باشگاه. نظم باعث دوام میشه. سوم، تغییرات تو هفتگی چک کن، نه روزانه. اگر میخوای ببینی وزنت کم یا زیاد شده، انتهای هفته برو رو ترازو، نه هر روز. اگر میخوای ببینی از لحاظ فیزیکی بدن تغییری کرده یا نه، انتهای هر هفته از خودت فیلم یا عکس بگیر. تغییرات به صورت روزانه خودشونو نشون نمیدن. چهارم، با یه برنامه ساده ولی روتین کار کن. بچه‌ها، واقعا لازم نیست حرفه‌ای شروع کنیم، چون ما هنوز اول راهیم و کم کم قلق کار میاد دستمون. پنجم، دلیل واقعیت برای باشگاه رفتن رو بدون. برای سلامتی میخوای بری، دنبال اعتماد به نفسی، میخوای جذابتر به نظر برسی، این کمکت میکنه که برای ورزش رفتن انگیزه داشته باشی. در آخر ویدیو هم خیلی صادقانه و برادرانه دوست دارم بهتون بگم که باشگاه رفتن یه مسابقه نیست، یه مسیر طولانیه و اگر چند بار شروع کردی و ول کردی، این کاملا طبیعیه. مهم اینه که یه بار درست شروع کنی. اگه تا اینجا همراه من بودی، دمت گرم رفیق. اگرم این ویدیو بهت کمک کرد، لایک کن تا الگوریتم بفهمه ارزش داشته، و اگرم تا الان سابسکرایب نکردی، الان بهترین زمانه، چون ویدیوهای بعدی دقیقاً ادامه همین مسیره و بهت کمک میکنه این دفعه واقعاً ادامه بدی. مرسی که وقت تو برا من گذاشتی. ویدیوی بعدی میبینمت.